مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. سلام علیکم دوستان بیننده های عزیزی ما، مخلصان شبکه شهنان. امروز جمعه تبریکات شهنان در این ماه شریف رمضان در سیومین شب جمعه در خانواده صاحب جشن ما شوکدامک مهمان هستیم که امروز معلمه جمالова نصیبایتی جشن زادروز دارند. امروز تبریکات را از مسافرت از نام فیروزایتی تشکیل کردیم، تیار کردیم و همراه شما هم خواستیم به هم بینیم. با ما باشید، ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، زنبانوان خویش و تماران، مهمانان خانواده شوکدامک، مهمانان خانواده معلمه جمالова، همه شما را به جشن زادروز به میلاد عمر و به امروزین دسترخوان افطارانه خانواده خوش آمدید میگوییم. برای ما لازم هستند معلمه عزیز جمالова همراهی شوکدامک برایشان یک خرسنگ بزنیم، به نظر ما تکلیف میکنیم. مرحبا. شوکدامک همینجوری؟ مرحبا. معلم زادروز مبارک. روز تولد را امروز میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگوییم. شوکدامک چشم شما با حالی چند ساله برید؟ 18. حالی نه و 18. بگذار همین 18 سالگی شما را تنگ نسازد. شمایان شوکدامک یک عائله نمونوی ترین دهه آهنی هستید، بگذار همیشه باشید. برای نسل نو است، برای جوانان شمایان را مثال آورده نشان داده به عزیزی عائله ها هستید. امروز معلمه از نامی که آمدیم شما تبریک کنید. معلمه راست دیگه 2 سال با شما بسیار بسیار انسان ها دوست می‌دارند. این شام باشد از نام یک خواهر راهدورتان که برای آن کس شما البته خواهر هستید. از زبانشان خواندیم که فیروزه میگن. البته از نام فیروزه هم شما را تبریک میگوییم. گفتم خواهر نازنین من، خواهر عزیز من، البته مهربان برادری من، زادروزشان مبارک باشد. همیشه صحت سلامت کردم. بعد از درگذشتن پدر مادری من هیچ وقت خودم تنها حس نکردم. شما گفتم در سری من چنین برادر دارم، چنین یکپاشه ها دارم که من مسافر بگردم، مسافر هستیم. همه توی معرکه ها، همه روزهای خرسندی ما رو با یک درجه اعلی میگذرانند. هیچ وقت جای ما نبودگی رو معلوم نمیکنند. همیشه صحت سلامت کردن. برایشان رسانید که چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشی. مهمانان عزیز، معلم جمالова من کسب پدری خود را
دوامدار داشته ایستادم که من طوری چندین سالها برای نسل نورس، برای کودکان در مکتب‌ها، در هر دو مکتب، در سناتوری شفا تعلیم و تربیت داده، درس داده، برای کودکان تعلیم داده آمده ایستادم. برای امروز باشد آنجان عزیزی خاندان هستند. خدا کند که همراهی شوکت نبرد و زیارت کعبةالله نصیب کند. سال آینده به صف حاجی‌ها باز حاجی‌ها زیاد شوند و ما برای تبریک کردن شمایان بیاییم. حاضر باشد با چنین نیت‌های نیک از نام خواهرتان شوکت نبرد در این دنیا اصلا کتابی که بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکش هر دوی شمایان میکنیم. زاد و روزتان مبارک باشد. مرحبا. من که جان میدم برایت همدم تنهاییم من همیشه کودکم آغوش تو جای من است من اگر خوبم دعایت پشت دنیای من است و البته با چنین نیت‌های نیک با چنین آرزوهای نکو گفتم که آغوششان پر از زیبایی دماغشان پر از خوشبویی شود. گل ثبت خاندان ما جمال و فخر البته یکاپاشای ما هستند. برایشان گلدسته زیبا رو تقدیم کنید که خوش نمی‌شود این گل‌ها الان خیلی زیبا باشن. گفتم مرحبا مبارک باشد. این همه خوبی چجوری در دلت جا میشه. امروز معلم عزیز شما هم معلم هم مادر هم آنجان عزیز همسر مهربان هستید. از نام فرزندان عزیزتان از نام دختران از نام پسر از نام کلید پاشا نبیره های شیرین شما را تبریک میگوییم. میگویند باز از دل شعر میگویم برای مادرم باز از دل شعر میگویم برای مادرم از صداقت میکنم جان را فدای مادرم مهر بیمانند او را سالها پرورده‌ام بینیم با شادمانی سر به پای مادرم خدمتش را کردم و نوعی سعادت یافتم چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. امروز شمایان همه فرزندان را صاحب بخت صاحب علم صاحب کسب کردید. بگذار از پشت فرزندان فقط روزهای نیک را دیده گردید. اکنون باشد سلامت یک شرکت تبریک میکنیم. مرحبا. سلامت باشد. شوکت خواهرتان فیلزایتی میگن که پیر خاندان ما همین برادر ما هستند. گوید که پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند گرم و سرد و نیک و بد را بارها سنجیدند حرمت پیران نمایو از جوانی بس بناس زیرا پیران نیز ایامی جوانی را دیدند. همه کارامه سروبرش اکم همه کارا سروبر و مصلحتچیش همین برادر ما هستند. هیچ وقت مانده نباشد. ما دوست می‌داریم یاد کنیم شون راست میگم هر دویشون یاد کردم همیشه صحت سلامت گردن زادروزشون این بیرام رو این ماه شریف رمضان را برایشون مبارکباد گوید گفتن و البته شیرینی داریم. معلم جمالова راست میگم شیرینی را رفته گرفتم و گفتم که بالاش به 60 ساله 60 ساله یوبیلی 60 راستیگه باور نکردم. من حاضر پیرخانه بشتیم و گفتم کمش به 45-50 ساله بوده گستم مکسیمم نه گفتن 60 ساله راستیگه باور نکردم. بگذار الان خیر باوری انسان نبیاید که پیر شده گفتم من همیشه 18 ساله شده گردید جوان و سالم و صحتمند شده گردید. زادروز مبارک. مرحمت شیرینی را نزدیکتر می‌بیاریم. مرحمت. مبارک باشه. مرحبا. سرکردمان کنیم شما رکجه شیرینی را بریم از آن کنمون میکنیم. مرحبا. مبارک باشه. Порой не всегда везло, не печаль.
جوری خاندان و فرشته خاندان همه جا هستن. السلام علیکم. خالجان نزد شما مبارک باشد. ماه شریف رمضان مبارک باشد. فرشته خاندان شما هستید. حتی شرکت تبریک کنید. مرحبا. سلام علیکم مهمان عزیز. هر قدم مدامه بهتر باید دستگاه شما جان شما در موری دیگر تو دیگر ای فرصت استفاده بردن من نصیبه بسیاری شخص کنی تبریک استفاده برای سلامتی عمر دراز تیجی آیله شما خوب خوشت پیر شود دادر کجا که آرزو نرده کشی برسه نمره توی آمونه نمره که نمیاره چه حسرت داشتیم داشتم همه کشی برسن همه کتو خوش آمده نوری دیدم میمونه کای عزیز این باید شریفی رمضان کنی همه کتو تبریک میکنم آیاتون و تیجی خاطر جمعی سلامتیاتون بخون رحمت سلامت باشه. هزار رحمت. تشکر. مبارک باشه. البته اکنون میخواستیم فرزندان را تکلیف کنیم. دلاوری که دلدارایی که شعر و زکر کریم پاشا مرحمت همه شما را همینجا تکلیف میکنه. میخواستیم نیتهای نفس نکروش نمیم. مرحمت. مرحمت. و البته صبرینا باقا از نامی مادرش را نکن تبریک میکنه می باشد. مرحمت. درگاهی دادا جان و بیجان بخش آمده همه اکتاتون آمدگی کنم من امروز این استفاده بوده دادا جان با این زادوستان تبریک میکنم دادا جان کتی سرکونگا صاف سالمون باشد الهی عمری درازه بینم همین خیلی حق شدم خیلی خورسندی ولی سر الهی اما جانم به رحمتی خالون بدکشون بشکر یک تا توفه فرزنده داره از نام فرزنده و مادرم مرحبا گذارم اطلاعاتان مبارک باشد. ابوشهر اطلاع برای مادر عزیز و غمخوار فرشته خاندان البته از نام فرمایید مرحبا. السلام ایزی همه اهل جهان زیباتران السلام ایزی همه اهل جهان داناتران خوش آمده دوستان عزیز و ارجمند و درگاه پادشاه و خاله. امروز روزی مولود خاله می باشد که سن 60 سالگی را پیشواز گرفته ایستاده. من از نام خودم از نام جیانها خواهران برادران خاله‌ام را تبریک نموده تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. مثل کوه‌های بلند آهلی همیشه سربلند باشند. مثل گل‌های بهاری شکوفان باشند. خاله‌ام وقتی که بودم من جوان روز و شب در گرد من پروانه‌سان مهر خود بخشیده گشتم من کلان خاله جان خاله‌ام دوگانم خاله‌ام مهر گیاه خاله‌ام آفتابی درخشانم جان من خاله‌ام. یک توفه نوازنده داشتیم از نام عائله‌مون میخواستیم به خاله‌ام سپاریم. مبارک باشد. این باشا تبریک میکنم از نام خود از نام البته شعر و زکر مرحبا. السلام علیکم مهمونگاه خوش آمده. میوازونه تبریک میکنم زد بدارم خودم جون که خوشه پیش هم فقط خوش و کرسه هم کردم ساخت سلام کرده وقت کسی نیست که او زد دارد و خونش کسی شاهان دارد دیدم یتیمه که با اشکی تر می گفت خوشبخت همان است که مادر دارد. رحمت. خیلی که قدر زرگر بدانت میگویم
معلمه در اینجا استاد خود را دارن احتمال و دوگانه هم که همیشه همراه و همدم هستن. اینا سگانه ها بودن و سبب های معین اکتاشون نیستن اینجا. از نام لطفی هم سعید واسه تبریک میگیم و در اینجا معلمه احتمال و معلمه عزیزی من خالق با اشتراک دارن نیتهای نقض نکشان را میشنویم. مرحبا هر دو استادان را به نزد ما تقدیم میکردیم به مراد باشن. اگر مرحبا السلام و السلام علی رسول محمد و آله از جمعه. السلام علیکم دوستان عزیز، شاگردان مهربان. من ماه شریف رمضان اول به همه شمایان مبارک باشد. من در همین ماه شریف رمضان نصیب 60 سالگی خودش را جشن گرفته شدم. تبریک میکنم نصیب جان. من حاضر فهمیدم زود روز بوده اوزاد میپرسم. ماه شریف رمضان یک ماه پرفیض، یک ماه پربرکت است که تمام ماه شریف رمضان رو پادشاهی 11 ماه گفتن. تمام دعاها مستجاب میشدگی ما هست. چی نیتایی که در دل داره اله جامعه عمل کشد از طرف پروردگار اجابت شود. اله در ماه شریف رمضان دوستان 10 روز اول ماهی مغفرت، 10 روز اول روزهای مغفرت، 10 روز دومش بخشیدن گناه ها، سوم 10 روزه باشد نجات از آتش دوزخ می باشد. در این ماه رمضان عزیزان تمام درهای جنت، تمام درهای آسمان گشوده است. درهای دوزخ محکم بوده است و شیطان زنجیر بند است. یگان چیزی که خواهد آرزو کنید از طرف پروردگار اجابت می شود. برای همین هر یک آرزوهایتان، هر یک نیتاتان اله جامعه عمل باشد. باز یک مرتبه دیگر رمضان مبارک شود. همتون پر فیض و برکت، خاندان همه یکاتون فیض و برکت بودن. نیتکاتون برسیم. اکنون نصیب جان زاد روز مبارک. من دین اکو در پس قلبه میشتم امروز از یک طرف خورسن، از یک طرف اندیشه کردم که دیننگی دختر بچه ها یک کار امروز 60 سالگیشون زاد روز دارن. بیهوده خیال نگفته است. عمری گذران خواهی نخواهی گذرد، مجدار که جز پشادمانی گذرد. زینهار که سرمایه این ملک جهان عمر است بدان سال گذرانی گذرد. نصیب جان الله با خمانده اون با خورسندی ها در آیاده فرزندان نبی روا و با همراهی شوکت جان پشکل شده نیتکاتون برسد. اله سری سبزد اله در امان بود، دلت در زندگانی کامران بود. نصیبی تو همه شادی دنیا، غمی عالم نصیبی دشمنان بود. همه وقت شاد و مسرور باشه، همه وقت خاندان آباد باشه. من همین دوگانه های همسینفن همه وقت همه اشوان میمونکا در همین خاندان چراغ خاندان باشه. السلام علیکم مهمانان، میزبانان گرامی. من شاهد آن شده ایستاده‌ام که در این درگاه پرفیض روز خرسندی است. خواهر عزیزی من روز تولد دارد. من از همین روز فرخنده استفاده برده این خواهر عزیزم را از نام خودم، از نام اهل عائله‌ام، از نام باز یک خواهری مهربانم سعید و لطفی تیم تبریک میگویم. همیشه صحتمند و سالم باش. این روز بعدی
تو همین خیلی عمری خدا دادگی در گرد و اطراف همین خیلی یار و دوستان خیش و تبارها بگذارد. عمری که پروردگار داده است فقط با خرسندی خوش و خرسندی بگذارم. رزق روزی به عمر جانت به کسب و کار به خدای مهربان برکت کند. ماه شریف رمضان به همه فیض و برکات بیارد. روزه داشتگیمون نماز و تلاوت های کشتگیمون پروردگار در گوش به قبول شود. چه نیت داریم هممون نیتکان برسیم. این روزی گندت هم خیلی زده. تبریک خواهد جان. از همین فرصت باز استفاده برده به حسین جان تبریک گفتنی هستم. مینداری کردنی هستم. حسین همه این خانواده های دیار و خرسندی بخشیده میگردد. به کارهای ایجادی کامیابی ها آرزو مندم. همیشه صحت سلامت باش. فخری ما شده کرد. رحمت. در این ماه شریف رمضان چی نیتکایی که داری؟ نیتکا پرستوده جان دوی ما هم خیلی در خدمت مردم باش، در آرایی کن، در روزهای خرسندیشان خدمت کن. حالا نوبت را به آهنگای خوشنوا میدیم و به دوره هم‌صنفا را به در رقص دعوت میکنم. مرحمت دختران بازرگانی خودی نصیبه. مرحمت. رحمت تشکر. معلمان غیاس را میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم. هزار رحمت استاد عزیز، استادان مهربان. مرحمت غیاس ما را به صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت. معلمان هر باری که همین در کجا که باشیم معلمان که صحبت کنیم که خیلی که یک صحبت کنیشان، یک شعرخوانی و غزلخوانیشان آرامی میبخشد. میخواستیم تکلیف کنیم به صحنه. استاد عزیز مرحمت. خیر، حاضر تبریک کنم بلندگل رو میبریم پیشتان. مرحمت. پیاسان مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران، خواهران، همه در همینجا ششگی خیش و کبارا، همه یکاتان خوش آمدید به این درگاه دوگانه من امروز دوگانه من 60 بدر آمد. الله که نبین 60 بدر آمده دیم نه بازی کده میمادیم گلا همسین کوی نبینم. الله که شب روزان گذشته رفت ایلای 100 بدر 120 بدر پیش او گشته یا شب لای همین خاندانت کتی خوشا پیش او حضوره که بچه کتا بی نبرای چهوره رسونم. هم یکاتان دوگانای عزیز، خواهران، مادران عزیز، من روزه رمضان هم یکان با مبارک شود. بهاری عروسی سال مبارک شد همون با نوروز مبارک شد همون با همیتون با ایلاتون خوش و بخت و خوش چهره و خوش باشیتون همونتون سا باشه سلامت باشید. رحمت کنم. شعراش زایده با خوندم ایتیم. رحمت. تا کلیدی خواهد سرچشم هر علم و هنر است دارنده قانون بشر است معلم. گر کودکی 7 ساله رود بلده آموزگار هر علم و هنر است معلم. دوگانه جان عزیز، آموزگار محترم، شما را با روز زادروز یعنی با 60 سالگی عمرتان از نامی همسنفان از نامی عالم تبریک و مبارکباد میگویم. الها در سطح فرزندان همه وقت صحت سلامت باشید. بگذار سربلند و سعادتمند باشید. عمر بیش از 60 مبارک باد. بعد از این خانانیش 70 باد. خانه سر خانه آخر مباد. خانه دلهایتان آباد باد. با سخنگوی سخنگوی ها من همراه هستم. همه وقت
شاد و خورم باش. امروز من از گونه کلاسانگه من امروز شستولگی پیشن سپیسونه من از نمی خودم از نمی همسینفا همه کلسون تبریک دورا بود کنم اینو گونه شطر درون حضوری بچه هاشون بینن خجی نشون که قشه کاری کنن حضوری نیوری کنشون بینن چی نیت کردی کنشن نیت کنشون برستن از باید بود تبریک کنم دست بجا سر بداره Hazır elementi malima mehmon dasturlar danki bloknotcha hisob kitob ishda so'rab. Qolgan xola avros sirikada qilib ketdi, men ham tabrik qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum do'stlar. Ro'zabekday nasiba o'mada iloyi yaxshilik istola sham bunjo bad pisha o'g'li pinashadi. O'joqqa pisha chi orzu chi maqsad shamash baras. O'joqma hojbosh ta nasib kunatuna. Assalomu alaykum. Modaron, xoharoni aziz. Nasibajon, Dugulatjon azizi man. Klaskomo. Ona da'vat etdim ham arkanda hamrohi mana ro'bari sinfim. Zikr meqademlar. من میخوام که در این روزی تولدت یعنی که 60 سالگی ما هیچ کس نمیگه 60 ساله گفتن حال آدمی که دیگه ما با حماس میکنن داریم انمیخه با 100 سال دیگر انمیخه نوزنین کردیم یک سال 60 و جلویم انمیخه نیستی بابار من انمیخه کنهایی که دوستا کنم همه وقت انمیخه زیبا هر تازه باشد بانچان و امروی آجام همه وقت خوشبخت سربلند گذرکی دیوره بچه ها دختره بینه بانچانی عزیزی من در همین دنیا چی که خوشبختی ها هسته من اولین چیز همه وقت انمی خیلی سربلند باشید انمی خیلی خوشنوی باشید انمی خیلی مهم همه وقت با تبریک تو انمی در انمی خیلی 60 سالگی دوباره تبریک کنه رفتن مهم از طرف من انمی تبریک به چیدو مهمه قبل این در مکتب مهم تبریک تنیه بگیم انمی بچه هایم گفتن که تبریک نیم انمی بچه های خولیگران هم تبریک Assalomu alaykum mo'minlar. Assalomu alaykum xoharakonim aziz. Hammaga ba dargohi Jamol va Nasiba Shavkat akam omadi xush omadi. Nuri dida so'jisa. Hamma hamsifoi man اینای مکش حسالا بدیم یک سکه 20 ساله شما در چه آرزوی کاشون هستن نیوره توی کنن کلمه توی بیارن دختر توی کنن همه تو اون با جمع بیه لنگه طرف از ساله داره Rahmat, teşekkür Sifon va takdir yagona kelini xonadon yaktosun, musafir yaktosun hamijoga tabrik qiling, marhamat, nuriyaqolar taklif etmayman az zamon, marhamat. Assalomu alaykum padar modarakoy mehribon farzandakoy mehribon xo'arako xush omaded ba dargohi mana in dargohi Jamol va Nasibovor xush omaded xo'araki azizam ba dargohi Shavkat Xo'jon xush omadedton hamyakoton nuri didar tojisan mana imroz safargori inja nishastam Nasibovor xo'arakam 60 ساله برای من 60 ساله نمی‌مونه برای من حال
19 ساله یا چقدر استودنت الهی 120 ساله شدم حضوری فرزندکاشون رفتوچه پیشم ملوکوچم کتی حضوری فرزندکای نیورکای بینم دولتکای پیری به دردی به غمی به رنجی به رسانت خدای رحمت هم یکاتون و با این ماه شریف رمضان تبریک و مبارکباد می‌کنم خاندان هر یکاتون و الهی فیض و برکت خیر و برکت خزینه های به احسان تمنا دارم ماهی مبارک باشد تحفه های ارزنده زیبنده مبارک باشد مبارک باشد زادروز مبارک نبیره ها بارانبری پریزاده خیلی پریزاده خودستان فرهمان السلام علیکم مهمانان عزیز من آنا جان عزیزم را با روز زادروزشان تبریک و مبارکباد می‌نمایم همه وقت در سر ما سلامت باشه در دل چه آرزو نیت داره همه وقت نیتاتون بررسیده گرده همه وقت سرای هم یکاتون و صاف سلامت باشه از نامی همه نبیره ها تبریک و مبارکباد می‌نمایم آنا جان زادستون کردی تبریک میکنم چی نیتتون باشه نیتتون برسه الهی 120 برده بابام کردی حاجانه حاج باباشته کردی رحمت معلمان اکنون با راهبر شما نوبت رقص بتیم حاضر که از نام اوسنم که در اینجا حضور ندارم از نام اوسنم هم تبریک و تهنیت ها میکنم و شما عمره که در رزقی فراز و خاندانتان کیفیت های خیامانه را آزادن کسی عروس است شده شما تبریک های میترسید حاضر باشد نوبت را رقص بتیم تا اونم نبیره ها تیار میشون اگر سرود هاشون باشد بعد از آن رقص را تماشا میکنیم برنامه سرود ها برای مادران عزیز بانوان امشبه این بزم زیبای ما یک جمع میرقصیم هم سیمفانوس تا داخل شد تا بار نزدیکان برنامه سرود ها برای شما مبارک باشد Şabına
عزیز، امروز ما در این خانواده پرفیض مهمان شدیم. لحظه های خرسندی جشن زادروز میلاد عمر 60 سالگی یوبیله معلم جمال آورا. همراه شمایان با هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهنان در این ماه شریف رمضان ذره ذره برکت رو برایتان آرزو مندیم. خود را احتیاط کنید. در پناه خداوند باشید و با ما باشید.